مشوق اصلی مادرم بود و دوستام و به خاطر خلاقیتی که دوستام و همچنین خودم توی خودم می‌دیدم تصمیم گرفتم که به این برنامه بیام. فکر می‌کنم که بتونم از پس این کار بر بیام و یک مجری خوب باشم. دوست گرامی خیلی خوش آمدین. لطف کنین خودتون رو معرفی کنین، از کجا تشریف میارین و چه برنامه‌ای برای ما آماده کردین؟ اولا درود فراوان به دستاندرکان تیوی پرشیا، ژوری عزیز، مخصوصا جناب آقای دکتر قیاسی که یک همچین فرصتی رو به وجود آوردن که جوان‌ها بتونن به نحوهای خلاقیت خودشون رو بروز بدن و نشون بدن. من در حال حاضر در شیراز زندگی می‌کنم. به مدت 7 سال در لندن زندگی می‌کردم. اونجا در چند تا کمپانی به مدلینگ مشغول بودم و درسم می‌خوندم در اونجا و الانم که در حال حاضر در خدمت شما هستم. خدمت از ماست. خیلی خوش آمدین. چه برنامه‌ای برای ما تدارک دیدین؟ من موضوعی رو واسه شما انتخاب کردم که فکر می‌کنم این موضوع ربطی داشته باشه به برنامه بهداشت روان یک مجری است که امیدوارم بتونم اجرای خوبی واسهتون داشته باشم. سپاس فراوان. آرزوی موفقیت. متشکرم. این دوربینتونه. دوباره سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکارا و موضوع رو که انتخاب کردم بهداشت روان یک مجری هست. چهره و صدا یک ابزار هست. یک مجری خوب باید کارشناس مسائل باشه و یک روانشناس که با در اختیار گرفتن امکاناتی که اون شبکه تلویزیونی در اختیار اون میگذاره و با اطلاعات بالای خودش به مسائل بپردازه و بتونه واقعیت‌ها رو در نظر بگیره و موشکافی کنه. میلیون‌ها ایرانی موقعی که به تلویزیون روی میارن و شبکه‌ای رو واسه خودشون انتخاب میکنن میتونیم به این باور، به این تصور باشیم که مشکلایی دارن، یا خسته هستن یا به نفعهای مریض هستن، کسالت دارن، دوست دارن برنامه‌ای رو تماشا کنن که روحیه اونها رو بالا ببره و اونها رو سرگرم کنه. یک مجری با توانایی‌هایی که داره میتونه ذهن‌های خسته مردم رو باز کنه، اون احساس خلا و تنهایی و نیاز رو برای بینندش پر کنه. یک مجری در اصل یک واسطه است که فاصله میان مردم رو بتونه کم کنه و با پرداختن به خاطره‌ها و موضوعهای دوست داشتنی که درباره اون صحبت میکنه بتونه فاصله میان مردم رو کمتر کنه. ممنون از ما. بسیار بسیار اجرای زیبا. خواهش می‌کنم. واو. از انگلیس اومدین شما، گفتین 7 سال لندن. من 7 سال لندن بودم. کجای لندن بودین؟ من خود لندن تو این 7 سال زندگی می‌کردم. چطوری تحمل کردین 7 سال لندن؟ خب درست دور از خانواده بودم ولی خب خانواده پدری همه اونجا زندگی می‌کنن و با مشغول کردن خودم به کارهای خب زیاد که شغل خودم رو خیلی دوست داشتم. البته خب سن کمی داشتم، اون موقع 20 سالم بود. در چند تا کمپانی مدلینگ می‌کردم و سرگرم درس و کارهای دوست داشتنی داشتم که انجام میدادم و در حال حاضرم که ایران هستم به خاطر خانواده‌ام هستش که فعلا اونجا زندگی می‌کنم. به این صدا میگن صدای رادیویی. میدونم، اون خواستم خودم همین رو بگم. بسیار این صدا میگن صدای رادیویی. بسیار صدای چه تلویزیونی چه رادیویی، بسیار صدای قشنگی دارین. متشکرم. مادر و خانواده‌تون حق داشتن و دوستاتون که پشتتون باشن که توی یک همچین برنامه شرکت کنین و بهتون انرژی بدن که بخواین اصلا اقدام کنین برای مجریگری، به خاطر اینکه واقعا اجراتون قشنگ بود به نظر من و مطمئنم آقای قیاسی. حرکت بدنیتون بسیار قشنگ بود، خیلی مسلط بودین به خودتون، بینندتون رو قشنگ زیر دستتون داشتین، توجهشون رو گرفته بودین، حرفاتون رو بهمون خوب فروختین. دوست داشتم گوش کنم، بقیه‌اش رو دوست داشتم بدونم و باورم میشد حرفایی که دارین میگین. این یه نشانی هستش که بی‌نهایت قشنگ اجرا میکنین و خیلی خیلی
به خودتون مسلط، به کارتون اجراتون مسلط هستین و همچنین اعتماد به نفستون خوبه. البته اینم قابل ذکر هست که بگم من استاد اعتمادی لطف کردن یک هفته، چون فرصت زیادی نداشتم، یک تمرینایی به من دادن. از ایشون هم خیلی تشکر قدردانی میکنم و همچنین مادرم که همیشه به من میگفت تمام استادها و کسایی که در تلویزیون هستن به نحوهای از یک جایی، از یک سکویی شروع کردن و اوشون خیلی منو دلداری میداد که امیدوار بود که تیوی پرشیا سکوی خوبی باشه واسه من. به امید خدا. این یک افتخار برای تیوی پرژیا خواهد بود. خیلی ممنونیم که در درجه اول توی برنامه شرکت کردید. ظاهر خیلی عالی، اجرا خیلی عالی، تنفس خیلی خوب، صدا بهتر از همه اینها و در کل واقعا خیلی زیبا و قشنگ بود. به نظرتون شما اگه بخواید یک برنامه اجرا کنین چه جور برنامه دوست دارین باشه؟ جناب آقای دکتر، اگر بخوایم به موضوع قضیه فکر کنیم که برنامه بستگی داره که چه برنامه‌ای باشه و در چه زمینه‌ای باشه. برنامه در هر زمینه‌ای که باشه قبلش یک اطلاعاتی رو از اون صحبتایی که باید بشه باید کسب کرد و موقعی که با اطلاعات بالایی که کسب می‌کنی میای و اون برنامه رو بخوای اجرا کنی، باید به مخاطب خودت کاملا توجه بالا رو داشته باشی که ممکنه مخاطب خودت یک صحبتی کنه، شما بعداً به صحبتاش گوش نکنی و بعداً دوباره همون سوالو بپرسی، در صورتی که اون سوالو اوشون جواب داده و شما توجه نکردی. پس با گوش دادن بالا، با تمام تفکر رو در اون برنامه گذاشتن و با اعتماد به نفسی که یک مجری در خودش میبینه، میتونه سالهای خیلی زیادی رو از صحبتهای طرف مخاطبش بگیره و دوباره از خودش سوال کنه. فکر میکنم درسته کار سختی باشه، ولی اون اعتماد به نفسی رو که توی برنامه یک مجری داشته باشه، فکر میکنم بقیه مسائل حل باشه. یه چیزی که شما خیلی دوست داشتم رعایت کردین، حالا نمیدونم دانسته یا ندانسته، ساختمان یک برنامه است. یعنی چی؟ مجری شروع میکنه، بهش میگن اینترو، سلام من حسام هستم، به برنامه فلان خوش آمدید. موضوع شروع میشه، راجبش میخواین صحبت کنین و خداحافظی. شما تو کارتون به اینم فکر کردین، رعایت کردین. بهتون تبریک میگم. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی. نظر لطف. خوشحالیم که باهاتون آشنا شدیم. میدونی از چی خیلی خوشم اومد آقای قیاسی؟ قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنیم، از اینکه الان شما یک سوال حتی پرسیدین اجرایی جواب داد. خب این دیگه مجریه دیگه. یعنی مجریه. خب شاید اکتور خوبی باشم یا بازیگر خوبی هم بتونم باشم. باید باشید شما که بتونین عکس العمل کجا بودین تمام این وقت این شما؟ کجا بودین؟ متشکرم. مرسی. خسته نباشید. متشکرم و تشکر قدردانی می‌کنم. امید دیدار. مرسی. خدا خودشون اینو به من گفتن، اعتماد به نفس منو بردن بالا. البته خیلی تشکر می‌کنم ازشون. من نمیگم که من باید برنده بشم، ولی خب اون احساس رو میبینم در خودم که میتونم یعنی میتونم برنده بشم. اصلا دوستان منو تو گروهشون حساب نکردن، گفتن تو اصلا جداگونه هستی، تو برنده هستی. من صبا هاشمی هستم، اهل کاشانم. روزگارم بد نیست، خورده نانی دارم، سر سوزن ذوقی و خدایی که همین